Happy birthday to you. Nobody likes you. You look like an animal. Go back to the zoo. سلامت شو، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو همونطور که تامنیل دیدید تولدم مبارک. بله، جدا از شوخی بریم سراغ ویدیو. بکیرم همونطور که میدونید بنده بهترین یوتیوبر ایران و جهان هستم و آره دیگه تولدمه. ممنونم که تو رشد چنل بهم کمک کردی، اما اگه هنوز سابسکرایب نکردی با همین لایک کردن ویدیو خیلی میتونید انگیزه بدید برای و اینکه کلا خیلی سخت بود. من فکر نمی‌کردم واقعا یوتیوب اینقدر سخت باشه. نه خیر، یوتیوب هیچ هم سخت نیست. برای تویی که میشینی پشت سیستم فقط بازی میکنی سخت نیست. برای من بدبخت ادیتوری که دارم جون میکنم اینجا این ویدیوی کوفتی رو ادیت کنم، یوتیوب سخته. هشتگ ادیتور خسته. من تا حالا به کسی پیشنهاد کلاب نداده بودم، بعد به یه دونه دختر خانم پیشنهاد کلاب دادم و کیرم کرد. اون که اصلا مهم نیست، چون به زودی اون کسابی که داره میگیره رو بیشتر داره از بیا اینم نت ایران. قیافه خنده داری پیدا کردی، میخوای گریه کنی؟ و خلاصه مطلب این که خوشحالم از این که توی یوتیوب فعالیت کردم و تا الان تونستم و همچین جایی برسم، با اینکه میدونم خیلی کمه ولی برای شما خیلی کمه ولی برای من عدد خیلی زیادیه و امیدوارم تولد بعدیم خیلی 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 بیشتر از جایی که الان هستم پیش. میدونستید اگر همین الان این چنل رو بلاک کنید به بهشت میرید؟ بله. نه نمیدونستی. پشمات ریخته. منم میدونم چون پشمای خودم ریخته. خودم جدید اینو کشف کردم. بنده در حال کامبک سنگین هستم، هرچند اینجا چنل من نیست زیاد نباید در موردش حرف بزنم. تولد این بچه است، حالا بلاکش کنید، توی کامنت ها یکم بهش فوش بدید که انگیزه داشته باشه یکم برای آیندهش. بیشتر سمت خودکشی بره، خیلی به دردش میخوره تو ایران. و اینکه دمتون گرم که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. ویدیوی بعدی شاید اینجا، شاید یه چند دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.